استاد ما هم کم کم درسی چی خوندیم فقه میسر خوندیم مقصد همونجا یک سوال شد اینا مثل مذهب امام ابو حنیفه ده همین حیض کمش 3 روزای مقصد اما مثال کتاب طلاق ده میگه که اگر زنش گفت که مثال اگر حیض بینی تو طلاق این مذهب امام ابو حنیفه ده 3 روز حیض نبینه حیض حساب نمیشه همینجا چه میشه بعد طلاق میشه و نمیشه در 2 روز یا روز دیگه خیلی مثال تو حیض که دیدی تو طلاق گفتن؟ بله و این حس که انت طلاق میگه همونجا اکو اصلش مثلا حیض خونی که از رحمی زنها می آید خونی که مثلا از رگ می آید و خونی رنگش کشاد خونی سرخی بنا کشاد می شد اما خونی حیض خونی تیره خیره صاحبی بو زنها می دانند اگر همو حیض آمده باشد همو حیض است و 3 روز قدر قول صحیح هم نیست برای آنکه می شود که از مقصود همو خونی که از رحم باشد خون اگر از رحم باشه و حیض است بله میگن که اگر از 3 روز کم باشه استحاضه هست میگن ولی که این خاصی مذهب است بنابراین مسئله های طلاق این خیلی مسئله ها علاکه این خیلی شرط و شروط ها ماند مسئله قضا و برمیگردد بعد این چند قاضی ها در چندین مجلس ها دیده میبرن برای همین خیلی گپ های اهل بدعت در کتاب ها بسیار است دست طلاق چشم طلاق اگر حیض دیدی تو طلاق همین خیلی گپ ها چی لازم طبق سنت انسان باید زندگی کند واتبعوه لعلکم تهتدون پیروی به پیغمبر کنید صلی الله علیه وسلم تا اینکه هدایت یابید باید انسان در هر یک حالتهاش پیروی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه در حالت طلاق هم در حالت خرسندی هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که یک زنشون طلاق دادنی شدن الحقی به اهلیکی گفتن رو خانتامو برا گفتن با نیتی طلاق آلدید برای همین گپ های اهل بدعت گپ های بی معنا این سخنهایی که در کتاب ها هست باید استفاده نبرد اگر امام مالک یگان کس همین خیلی سوال های تیاد بعد میگفتن که همین کار شده است نه نشده است امام گفت نپرسید از آن چیزی که نشده است اگر همون روز شود همون روز به الله تعالی یا عالمی را می آفرد که به سوال مردم جواب میتیاد گفتن یعنی این خیلی چیزا در مذهب ما بسیار است در کتاب‌های مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر این خیلی گوید چی می شود اگر آن خیلی گوید چی می شود همین از سوال‌های مردم گرفتگی اند کتاب‌هایی که مختصرا هست کتاب‌های فقهی هست از سخن‌های مردم از فتواهای مردم گرفتگی اند به نظر انسان غریب میتواد ولی همین سوال به دیگر علما شدگی است بعد همون سوال‌های گرفته مسئله گذاری کردگی هستند که اگر این خیلی شود این خیلی میشود گفت